could you really be in this town? در رویاهای بیقرارم من اون شهر رو دیدم. سایلنت هیل. توی این ویدیو میخوام شما رو با عمق و هویت اصلی سایلنت هیل آشنا کنم. پس با من همراه باشید تا با هم راز و مفهوم این بازی رو کشف کنیم. سایلنت هیل 2 روایت داستان مردی به اسم جیمز ساندرلنده که ادعا داره زنش 3 سال پیش بر اثر بیماری فوت کرده، اما اخیراً نامه‌ای از طرف اون به دستش رسیده که میگه من توی شهر سایلنت هیل منتظرتم. اما من قرار نیست درباره داستان بازی صحبت کنم. توی این ویدیو میخوام راجع به چیزایی صحبت کنم که حتی شاید بعد از تموم کردن بازی هم متوجهشون نشده باشید. قبل از هر چیزی بهتون بگم که این ویدیو شامل اسپویل هم میشه. پس اگه هنوز داستان بازی رو نمیدونید توصیه میکنم اول بازی رو تموم کنید. بدون هیچ حرف اضافه‌ای بریم که ویدیو رو شروع کنیم. شهر سایلنت هیل الهام گرفته شده از یه شهر واقعی به اسم سنترالیا توی پنسیلوانیای آمریکاست و از جنبه‌های خیلی زیادی به این شهر شباهت داره. از دیزاین ساختموناش گرفته تا مه توی شهر. همونطور که مری توی ویدیو تیپ میگه کل این شهر یه شهر مقدس بوده و در واقع ماهیت ماوراطبیعی داشته. اما با این حال این شهر برای آدمای عادی شهر معمولی به حساب میاد و فقط برای یه گناهکار مثل برزخ عمل میکنه. برزخی که از چشم هر گناهکار به یه شکل دیده میشه. بسته به ترسا و گناهاش اون رو اونقدر مجازات میکنه تا به رستگاری برسونتش. همونطور که توی سایلنت هیل 2 3 تا گناهکار داستان یعنی جیمز، آنجلا و ادی در حال تاوان پس دادن به روش‌های مختلف بودن. دیدیم که شهر برای آنجلا به شکل آتیش خودشون نشون میده، اما برای جیمز بارونی و پر از مه. خلاصه کلامی که سایلنت هیل مکانیزم برزخ داره که گناهکار خودشو فرا میخونه و با توجه به ترس و گناهی که مرتکب شدن مجازات میکنه و انقدر این کارو تکرار میکنه تا اونا گناه خودشونو بپذیرن و با حقیقت روبرو بشن و در نهایت هم به رستگاری برسن. سوالی که پیش میاد اینه که یعنی سایلنت هیل فقط در صورتی که گناهکار باشیم ما رو فرا میخونه؟ در جواب این سوال باید بگم که نه. با اینکه توی سایلنت هیل 2 اشاره مستقیمی بهش نشده، اما سایلنت هیل یه فرقه‌ای داره که اسم خودشونو گذاشتن فرقه دی اوردر یا نظم، که در واقع هدفشون اینه که خدایی که میپرستن رو احضار کنن. حالا ما اگه به هر نحوی به این فرقه ربط پیدا کنیم دوباره راهمون به سایلنت هیل کشیده میشه. حالا که راجع به ماهیت شهر سایلنت هیل فهمیدید، وقتشه که بریم سراغ سایلنت هیل 2 و راز و رمزای این بازی رو بررسی کنیم. یه چیز جالبی که راجع به سایلنت هیل وجود داره اینه که هیچ چیز توی سایلنت هیل بی‌معنی نیست. از مانسترهای بازی گرفته تا یه تابلوی رندوم توی دیزاین ساختموناش، و همینه که انقدر این بازی رو شاهکار کرده. توی این قسمتم میخوام راجع به تئوری و مفهوم پشت هیولاهای بازی صحبت کنم و بهتون بگم که هر کدومشون نماد چه چیزی هن. اکثر مانسترهایی که توی سایلنت هیل 2 میبینیم مربوط به ترس‌ها، گناه‌ها و یا نیازهای جیمز میشن که به شکل فیزیکی در اومدن و برای مجازات کردن جیمز ساخته شدن. پس یعنی تنها انسانی هم که میتونه اونا رو ببینه جیمزه. گفته بودم که سایلنت هیل برای هر گناهکار به یه شکل دیده میشه. پس مانسترایی هم که میبینن متناسب با خودشونه. بریم از اولین مانستر بازی شروع کنیم. لاین فیگرها. ظاهر این مانسترها بیشتر شبیه زنیه که انگار تو کیسه گیر افتاده و زیپش بسته شده و هیچ راه تنفسی نداره. از فاصله دور هم توف اسیدی پرتاب میکنه.
در واقع این مانستر نماد مریضی و زجر کشیدن مری تو دوران بیماریشه. کسی که انقدر بیمار و درمونده است که حتی نمیتونه از دستاش استفاده کنه. توف اسیدی هم اشاره به مریضیش داره. این مانسترها از ذهن جیمز سرچشمه گرفتن و نشون دهنده حالتی هن که جیمز مری رو تو اون دوران میدیده و شاید هر باری که ما این مانسترها رو میکشیم هم اشاره به قتل مری به دست جیمز داره. مانستر بعدی مانکن‌ها. این مانسترها از 2 جفت پا تشکیل شدن و بخوام خلاصه بگم نماد نیازهای جنسی هن. همونطور که توی گیم هم دیدیم که کله هرمی داشت جلوی جیمز به چند تاشون تجاوز میکرد. در واقع توی اون 3 سال مریضی مری جیمز نمیتونسته نیازهای جنسی خودش رو تأمین کنه، پس اونا رو سرکوب میکرده. البته اگه به ظاهر این مانسترها دقت کنید میبینید که ظاهرشون شبیه مری توی دوران بیماریشه. پس یعنی یه اشاره‌ای به اون هم داره. مانستر بعدی پرستارا. این مانسترها هم تجلی ناخودآگاه جیمزن و اولین بار توی بیمارستان سر و کله‌شون پیدا میشه. پرستار نماد بیمارستان و مریضیه، اما خب تفسیرهای زیادی برای این مانستر وجود داره. مثلا ظاهر و لباس تحریک کنندشون رو در نظر بگیرید. این میتونه به این معنی باشه که پرستارای بیمارستان توی دوران مریضی مری برای جیمز تحریک کننده بودن که باز هم نماد سرکوب نیازهای جنسیه. از طرفی پوشیده شدن دهنشون هم میتونه اشاره به نحوه مرگ مری داشته باشه، مثل احساس خفگی. خب میریم سراغ مانستر بعدی، فلش لیپس. جزو اولین باسای بازی به حساب میاد و این مانستر هم تجلی ناخودآگاه جیمزه. ظاهری شبیه به یه تیکه گوش داره که انگار بین میله های فلزی که بیشتر شبیه به تخت بیمارستانن زندانی شده و یه دهن خیلی بزرگ و ترسناک هم داره. همونطور که ما این باس فایت رو توی بیمارستان داریم، خود این مانستر هم باز نماد مریضی مریه و داره بهمون نشون میده که چجوری بیماری مری مثل یه قفس اونو به دام انداخته بود. و اون دهن بزرگش هم نماد همه اون بدرفتاری ها و حرفای بیرحمانه‌ای بود که مری آخرای عمرش به جیمز زده بود. و حالا میرسیم به مشهورترین مانستر کل سری سایلنت هیل، پیرامید هد یا کله هرمی. کله هرمی نماد ساید تاریک جیمزه و قصد داره جیمز رو با گناهش روبرو کنه و کاری کنه که خاطره کشتن مری رو به یاد بیاره. به همین دلیله که کله هرمی ماریای بدبخت و 3 بار جلوی چشای جیمز میکشه تا ظاهر گناهش رو بهش نشون بده. البته این به این معنی نیست که جیمز هم مثل کله هرمی بدرفتار یا ظالمه یا به کسی تجاوز کرده، بلکه بیشتر نشون دهنده تمایل جیمز به مجازات شدنه. مانسترهای بعدی مندارین ها. این مانسترها همیشه خودشون رو به یه جای آویزون میکنن و اگه از اونجا سقوط کنن توی تاریکی محو میشن. دقیقاً مثل وضعیت روانی جیمز که اگه یکم دیگه انگیزش رو از دست میداد اونم توی تاریکی سقوط میکرد. مندارین ها فقط توی جاهای تاریک بازی پیدا میشن و نماد احساسات و تمایلات سرکوب شده جیمزن. از سرکوب احساسات و نیازهای جنسیش گرفته تا خاطره گناهش و کشتن مری. لب‌های گنده‌ای هم که دارن نماد دلتنگی جیمز از بوسه های مریه. شباهت خیلی زیادی به کلوزرها توی سایلنت هیل 3 دارن و نماد درماندگی هستن. خب بالاخره رسیدیم به دارک ترین مانستر بازی، ابسترکت ددی. این مانستر به جای جیمز از روان آنجلا خلق شده. خلاصه بخوام بهتون بگم 2 تا گوشت به هم متصل روی تخته که زیرش هم چیزای جالبی دیده نمیشه. در کل نماد تجاوز جنسی و نشون میده که پدر آنجلا از بچگیش به اون تجاوز میکرده و خب همین تروماها و خاطرات بد آنجلا هم بوده که اونو به سایلنت هیل کشونده بوده. میریم سراغ مانستر بعدی، کوچیکترین و کم خطرترین مانستر بازی، کریپرها.
این مانستر برخلاف اکثر مانسترهای بازی برای مجازات کردن جیمز ساخته نشدن و باید بدونید که از سایلنت هیل 1 تا الان اینجا هستن و در واقع باقی مونده نفرت آلیسا گلیسبی از سایلنت هیل 1 هن. باس ادی. خب میدونید که ادی دامبروسکی یکی از کاراکترهای بازیه که جیمز برای محافظت از خودش سعی میکنه با اون بجنگه، ولی در کل میتونه نماد این هم باشه که چطور آدما کم کم به یه هیولا تبدیل میشن. در آخرم میرسیم به باس مری که آخرین باسیه که جیمز باهاش کار داره. زمانی که جیمز دیگه با حقیقت روبرو شده و در آخر باید قبول کنه که مری دیگه مرده و ماریا هم یه زن واقعی نیست تا بالاخره به رستگاری برسه. راستی پروانه های این باس فایت رو یادتونه؟ این پروانه ها میتونن به تتوی ماریا اشاره داشته باشن که یعنی مری که اینجا دیدیم در حقیقت ماریا بوده. پروانه نماد زیبایی زودگذره، نماد زندگی جدید اما کوتاه که اشاره به اندینگ ماریا داره. شاید ماریا زیبا و سالم باشه اما همه اینا موقتیه. و الان تازه میرسیم به بخش مورد علاقه من. اول میخوام راجع به چند تا از مهمترین تئوریایی که فهمیدم صحبت کنم و بعد میریم سراغ چند تا دیتیل و کلی رفرنس خفن. میخوام از بزرگترین تئوری سایلنت هیل براتون بگم. تئوری که میگه جیمز در واقع توی یه تایم لوپ گیر افتاده و دوباره این چرخه رو تکرار میکنه تا زمانی که حقیقت رو بپذیره. برای اثبات این تئوری کلی مدرک وجود داره که تک تک اونا رو بررسی میکنیم. ما توی طول بازی با جسدایی روبرو میشیم که از مدل مو گرفته تا لباس شبیه به جیمزن. انگار که اون هر بار این چرخه رو تکرار کرده و در نهایت مرده. متن‌ها و نقشه‌هایی که به نظر میرسن همه اونا رو جیمز قبلا نوشتن که خیلی از اونا هم دقیقاً کنار جسدا پیدا میشن. همچنین توی یکی از این نوشته‌ها نوشته شده look behind که یعنی پشت سرتو نگاه کن. نمیدونم ربطی داره یا نه، ولی جیمز هم وقتی بیکار میشه پشت سرشو نگاه میکنه. به نظر میرسه که ادی قبلا چند نسخه از جیمز رو کشته بوده، چون که توی یکی از دیالوگاش در حالی که داره به یکی از جسدایی که دقیقاً شبیه به جیمزن تیر میزنه میگه How many times do I have to kill you? چند بار مجبورم بکشمت. ما توی بازی یه سری رفرنس از نسخه قدیمی میبینیم که این رفرنس ها جوری سینماتیک میشن که انگار برای جیمز آشنان و اون قبلا اونا رو دیده. انگار که توی ناخودآگاهش این مکانها رو به یاد می آورده که یه ارتباط با نسخه قدیمی خودشه. زمانی که برای اولین بار پیستول رو برمیداریم، جیمز بدون کنترل ما خودش یه تیر به دیوار میزنه. حالا جالب اینجاست که روی اون دیوار از قبل کلی جای گلوله بوده. انگار که میخواد بگه جیمزای نسخه قدیمی هر بار اینجا اومدن و این کار رو تکرار کردن. توی این سیکانس که ما برای اولین بار کله هرمی رو میبینیم، اون ما رو نمیکشه، اما زمانی که وارد آدرورلد میشیم میبینیم که این اتفاق برای کمد افتاده. یه جاکت، اونم دقیقاً با طرح جاکت جیمز. به نظرتون همه اینا تصادفیه؟ این نامه عجیب رو نگاه کنید. توش نوشته دیدم که اون انتخابو کردی. دوباره و دوباره و دوباره. این بار هم قرار نیست فرقی داشته باشه. توی یکی از تلویزیون‌های بیمارستان هم یه کد مورس تکرار میشه که اگه اونو رمزگشاییش کنیم معنیش میشه again and again and و این پیام تکرار میشه که به معنی دوباره و دوباره است که میتونه به نامه قبلی ربط پیدا کنه. قبل از کشته شدن ماریا توسط کله هرمی، اون به جیمز میگه که حال خوشی ندارم و حتی تو این سکانس به جیمز میگه انگار یه چیزی درست نیست. اینجا حس ترسناکی به من میده.
انگار که ماریا هم قبلا این لحظه رو تجربه کرده بوده و الان بهش حس بدی میداده و نمیخواسته دوباره تجربهش کنه. همچنین توی اندینگ ماریا سرفه‌ای که میکنه دقیقاً نشون دهنده همین اتفاقات و همین چرخه‌ایه که قرار دوباره تکرار بشه. حالا بذارید بزرگترین پازل سایلنت هیل رو براتون حل کنم تا از این تئوری مطمئن بشین. احتمالاً همیشه براتون سوال بوده که این عکس‌ها برای چی هن؟ باید بگم که هر کدوم از این عکس‌ها معمایی پشتشون داشته که اگه این معما رو حل می‌کردید به جمله You've been here for 2 decades میرسیدیم که یعنی تو به مدت 2 دهه اینجا بودی. دقیقاً فاصله ریلیز نسخه قدیمی و نسخه جدید. اون رفرنس هایی هم که بهتون گفتم هم دست کم نگیرید. همه اینا یه جورایی دارن بهمون ثابت میکنن که جیمز قدیمی و ریمیک در واقع یه نفرن و تمام این 20 سال توی سایلنت هیل داشتن این چرخه رو تکرار میکردن. ولی بازم با وجود تمام این مدرک ها باید بگم که این قضیه یه تئوریه و ما ازش مطمئن نیستیم. تئوری بعدی راجع به زمان مرگ مریه. اول گیم جیمز میگه که مری 3 سال پیش بر اثر بیماری مرده. اما باید بگم که نه اینطور نیست. مرگ مری انقدر اخیر بوده که حتی جای حلقه ازدواج جیمز هنوز روی دستاش باقی مونده بوده. طرز نگاهش هم به دستاش دقیقاً شبیه همون لحظه‌ایه که ادیو میکشه. مثل نگاه کردن یه قاتل به دستاش. یا مثلا اینکه جیمز جسد مری و عقب ماشینش گذاشته نشون میده که هنوز انقدر از زمان مرگش نگذشته. حتی داخل خود گیم هم به این موضوع اشاره مستقیم شده. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. That means Mary couldn't have died 3 years ago. یه تئوری جالب راجع به نقاط سیو سایلنت هیل وجود داره. این مربع‌های قرمز چی هن؟ چرا جیمز هر بار زمانی که ما داریم بازی رو سیو میکنیم توی این مربع‌ها زل میزنه؟ در جواب این سوالا باید بهتون بگم که این مربع‌ها در واقع مثل یه جور آینه عمل میکنن. این یه جورایی منو یاد سایلنت هیل 3 انداخت زمانی که در نقش هدر اولین نقطه سیو بازی رو میبینیم که اتفاقاً هم روی آینه قرار داره. همه چیز عادی بود تا زمانی که به این دیالوگای عجیب رسیدم که هدر توی آینه خیره میشه و میگه از آینه ها خوشم نمیاد. مثل اینه که اونجا یه دنیای ناشناخته توی یه بعد دیگه است و شخصی به من زل زده که واقعا من نیستم. خب از بحث اصلی دور نشیم. بیاید راجع به آخرین نقطه سیو بازی صحبت کنیم. قضیه این 9 تا مربع چیه؟ حالا چرا 9 تا؟ اگه دقت کرده باشین جیمز بعد از دیدن ویدیو تیپ زمانی که دیگه متوجه گناهش شده بود با این مربع روبرو میشه. یعنی دیگه فهمیده بود که اون به سایلنت هیل اومده تا مجازات بشه و به رستگاری برسه. این 9 تا مربع هم دقیقاً 9 تا مجازاتی هن که برای جیمز در نظر گرفته شده بود. لاین فیگرها، مانکنها، پرستارها، فلش-لیپس، مندارین، ابسترکت ددی، کل هرمی، باس مری و در نهایت ماریا. و برخلاف بقیه نقاط سیو، جیمز این بار از زل زدن خودداری میکنه و به یه طرف دیگه نگاه میکنه. انگار حالا که فهمیده دست به چه کاری زده، پشیمون و خجالت میکشه. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم، سایلنت هیل پر از رمز و رازه و هرچی بیشتر میگذره بیشتر متوجه این دیتیلا میشم. ولی متاسفانه نمیشه همشونو تو این ویدیو جا داد. پس من 20 تا از مهمترین و جالبتریناشونو براتون آماده کردم.
یه تئوری وجود داره که میگه جیمز قبلا الکلی بوده ولی الان دیگه این قضیه رو پشت سر گذاشته و الکل رو ترک کرده. نه تنها نحوه نگاه کردن و مقابله کردنش تو این سکانس اینو ثابت میکنه، بلکه حتی تو نسخه کلاسیک هم زمانی که به انبار الکل میرسیم تو این دیالوگ واضحاً داره بهمون همین موضوع رو ثابت میکنه. تابلوی ورودی هتل لیک ویو توی نسخه قدیمی ولکام به معنای خوش اومدی بود، اما این تابلو توی نسخه کلاسیک به ولکام بک یعنی خوش برگشتی تغییر کرده. یه رفرنس دیگه از نسخه کلاسیک وجود داره که جیمز به ماریا پیشنهاد میده که بیرون منتظرش بمونه و داخل سالن بولینگ نیاد. ماریا هم ازش میپرسه که چرا من باید بخوام بیرون منتظر بمونم؟ جیمز هم میگه نمیدونم. حالا به این دیالوگا توی نسخه کلاسیک دقت کنید. I'll wait here. I hate bowling. I didn't come here to play, you know. Hurry back. Okay. مدارک خیلی زیادی وجود داره که نشون میده جیمز مثل نسخه کلاسیکش به عنوان یه منشی دفتر مشغول کار بوده. یه متن جالب هم توی نسخه ریمیک و هم کلاسیک وجود داره که میگه اگه تو واقعا میخوای مریو ببینی فقط باید بمیری. البته که ممکنه تو به یه مکان دیگه‌ای بری جیمز. منظورش اینه که در حالی که مری توی بهشته، جیمز گناهکار و احتمالاً میره جهنم. یا مثلا توی بیمارستان وقتی که جیمز داره این پوستر رو میخونه خود به خود کلمه گیلت به معنی احساس گناه و نادیده میگیره و نمیخوندش. دقیقاً همونطور که احساس گناه و خاطره کشتن مری رو فراموش کرده بود. همچنین توی طول بازی اشاره‌های دیگه‌ای هم به این موضوع شده. مثلا اگه به صدای مری توی رادیو دقت کنیم، اون در واقع واضحاً داشته از جیمز میپرسیده که تو منو کشتی؟ یا مثلا میتونیم کلمه کیل وایف به معنی کشتن همسر رو روی رمز کیف بسازیمش. و همه این نشونه ها هم قبل از اینه که جیمز حقیقت رو بفهمه. این پوستر رندوم هم به همین موضوع اشاره میکنه. نوشته که حال خوب بیمار در دستان توست که اشاره به خفه کردن مری به دست جیمز داره. یه دیتیل جالب دیگه هم توی بازی وجود داره، این که همه ساعتهای بازی ساعت 9 و 10 دقیقه رو نشون میدن که احتمالاً ساعت مرگ مریه. بعد از اینکه جیمز حقیقت رو میفهمه، مانسترهای بازی ضعیف‌تر از حالت معمول میشن و حتی دیگه به جیمز حمله نمیکنن. این میتونه هم به این معنی باشه که کار اونا با جیمز دیگه تموم شده و هم میتونه به این معنا باشه که الان دیگه هیولای واقعی جیمزه. آواز خوندن ماریا توی زندان در واقع همون آهنگ همچنین جیمز میتونه پیانو بزنه و آهنگی هم که میزنه همون آهنگ جوک باکسه. توی گیم پلی میتونیم یه صورت حساب دارو با هزینه‌های خیلی بالا پیدا کنیم که همشون مربوط به داروهای سرطان و اضطراب میشن که شاید این داروها همون داروهایی باشن که جیمز توی دوران مریضی مری خریده. توی این بازی حتی به کوچیک‌ترین دیتیل‌ها هم دقت شده. مثلا اگه دقت کرده باشید ناخن‌های جیمز اول بازی تمیزن ولی بر اثر مرور زمان کثیف و کثیف‌تر میشن. یا اگه دقت کرده باشین جیمز حتی اسلحه رو هم اشتباه دست میگیره که نشون دهنده اینه که اون قبلا از اسلحه استفاده نکرده. یا برای مثال چهره جیمز هرچی بیشتر از بازی میگذره خسته‌تر نشون داده میشه. اگه بخوایم مسیر سایلنت هیل رو برگردیم و از اونجا خارج بشیم یه اچیومنت دریافت میکنیم که میگه No turning back، برگشتی در کار نیست. هتل لیک ویو در واقع از هتل فیلم The Shining الهام گرفته شده و همچنین یه اشاره کوچیک دیگه هم از این فیلم توی بازی شده. اگه توی این قسمت بازی ماریا رو ایگنور کنیم و از اتاق خارج بشیم دیالوگاش تغییر میکنن و اون راجع به لباس اینطوری میگه:
کلی رفرنس جالب از نسخه دیگه ای سایلنت هیل توی ریمیک اومده که جا نمیشه همشون رو براتون بذارم، اما چند تا از مهمتریناشون رو براتون میذارم و امیدوارم که لذت ببرید.